سلام، به اولین چنل یوتیوب فارسی وایکینگ ریس خوش اومدید. تو این پارت میخوایم راجع به کارگرها، تواناییشون و رنگ بندیشون توضیح بدیم و در پارت بعدی راجع به سپردار کردنشون هم حتما توضیح میدیم. کارگرها در ساخت دهکده اصلیتون کاربرد خیلی زیادی دارن و البته تمام این ساختمونا میتونید ازشون استفاده کنین و جدا از دهکده اصلی بر آپدیت روستاها هم استفاده میشن که این مجسمه بعد از آپدیت کردن خونش به یه لولی میاد. شما 4 تا روستا دارین که بازشون کنین و داشتن اون اجدام یه غرق خاصی داره که من بهتون میگم حتما. و در این قسمت ما کارگرامون رو میتونستیم ببینیم. اولی من بهتون میگم که کارگرها در این خونه میشه خرید. روزانه 3 تا رفرش رایگان بهتون میده و بعدش باید با جم رفرش میکنن. توصیه نمیکنم جم خرج کنین اینجا و بهتون هم توصیه میکنم از اینجا فقط کارگرهای لژندری رو بخرید یا همون زرد رنگ. هر کارگری مخصوص یک جاییه که علامتشو میبینیم و ابیلیتی داره. مثلا برای مدیریت روستا 12%، برای ساخت ساز 1 دقیقه و 50 ثانیه کارگر و نفس کم میکنه و بقیه خانه هم نوشته شده. و کارگرها جدا از رنگ بندیشون ستاره دارم میشن که گفتم بهتون به زودی توضیح میدم حتما راجبش. حالا باید کجا کارگرامون رو ببینیم. همه کارگر با زدن این دکمه ای که الان نشون دادم میتونیم ببینیم با رفتن به ورکر اوورویو. همه کارگرامون رو در اینجا میتونیم از بالا تا پایین ببینیم. مأموریت چپتر 31 مثلا یکیش ما گفته که با 10 تا کارگر لژند داشته باشیم که اینجا اهمیت خریدن کارگر لژند من بهتون گفتم. جدا از خریدن از این خونه از شاپ هم میشه کارگر خرید که در این خونه و با رفتن به قسمت کلن میتونید با سکایی که از کمیسیون ورد کردن پست های روزانه میاد میتونید حل کنین. سکای اینجا رو بهتر اول کارگرهاتون رو بخرین، کارگرها رو کامل کنین. راجع به این گل زدن بهتون یه توضیح میدم تو پارت بعدی. و با رفرش کردن کارگرها رو میتونیم عوض کنیم و کارگر دلخواهمون رو بگیریم. و سومین روش گرفتن کارگرها حل کردن ایونت هاست که در این کیف پایین رفتن به آدرز میتونیم ببینیم که اینجا پازل سیزن ورکر شارد داریم و با جمع کردن وقتی 10 تا برسه میتونیم یه کارگر ازشون بگیریم. حالا در کارگرها در کجا استفاده میشن، چه تأثیری؟ مثلا در خونه عقاب میتونید استفاده کنیم، سرعت اکسپلور کردنش رو بیشتر میکنیم. در آزمایشگاه میتونید استفاده کنیم، سرعت آزمایشگاه رو بیشتر کنیم. برای حل کردن کمیسیون و اکسپلور کردن استفاده میکنیم. تاثیر اکسپلورشون بهتون میگم چیه. مثلا اینجا ما 4 تا کارگر میخواد و تأثیرش هم اینه که شما وقتی این کارگر هرچی بهتر باشه از 30 تا 142 که مثلا گفته بهتون مقدار بیشتری رو میده. برای ساخت ساز روستا و شهر اصلی داریم. آزمایشگاه نیاز به کارگر نداره و برای ساخت نیروها ما از کارگرها استفاده میکنیم. و بعد از اینا باید بیام در قسمت کانترکشن کارگرهاتون رو میبینیم که از کجا استفاده شدن. وقتی کارگر دادیم میگیم با پوینت آل هر کارگری میره در جای بهینه خودش. اینجا میدونم هر کارگری در کجا داره کار میکنه و استفاده میشه. و در آخرین توضیح کارگر رو باید بگم که در قسمت منیج ویلیج هم یک خاصیتی داره. شما اینجا قهرمان هاتون رو میذارین مدیریت کنن هر روستا رو. مثلا هر روستا یه قابلیتی رو داره که از اونجا میتونید دایره روزانه رو بگیرید. با زدن این دکمه اینجا دایره روزانه رو دریافت میکنید که مثلا کارگر جمو براتون برداشت میکنم. و قبل از رفتن باید یه نکته رو بهتون بگم. در این خونه شما روزانه 4 تا نیرو رو میبینید که بهتون معرفی میکنه. من پیشنهاد میکنم تا آخرین 8 ساعت صبر کنید. بعضی وقتا نیروهایی رو میاره که یک لول از نیروهای شما بالاترن و توی 8 ساعت آخر نیرو خریدن بهتر نمیشه. ممنون که تا اینجا با من بودین. چنلم رو ساب کنین، لایک کنین و اون زنگوله رو روشن کنین که تا ویدیو جدیدی میذارم براتون بیاد. مرسی، خدا.